در ناحیه شمس‌الدین شاهین در ولایت ختلان 5 شهروند چین و 2 شهروند افغانستان را برای گذشتن از سرحد و کوشش زرشویی در خاک تاجیکستان جزا دادند. آنها ماه می سال 2025 دستگیر شده بودند. دادستان ناحیه گفت تحقیق و محاکمه پروندهشان چند پی به پایان رسید. پرونده جنایتی نسبت شهروندان خیلی و 2 نفر شهروند دولت اسلامی افغانستان همراه عبوری سرحد سرحدگردان دستگیر کردند و پرونده از طرف کومیته دادرسی در منطقه کلاب آغاز کرده شد. به اون اساس قسم 2 دادستان جزئیات پرونده و حکم را به زبان نآورد. دیرتر در حکومت ناحیه شمس‌الدین شاهین خبر دادند که شهروندان چین جریمه شده 2 شهروند افغانستان 12 سال از آزادی محروم گشتند. اندازه جریمه چینی ها به ما معلوم نیست. این افراد بهار سال گذشته و در زمان دستگیر شدند که با نقشه زرشویی از آن سوی آمو غیر قانونی به خاک تاجیکستان گذشتند. نسبت به حکم سود برآورده شده که اکسپاترو مصادره کردن با فایده دولت افغانستان. مقامات ناحیه شمس‌الدین شاهین گفتند آنها با پوست اکسکواتر داشتند. ناحیه شمس‌الدین شاهین با ولایت‌های تخار و بدخشان افغانستان مرزی مشترک دارد. بعدی به سر قدرت آمدن گروه طالبان، جستجو و کارکرد طلا در لب دریای پنج از آن سوی مرز بیشتر شد. حالا در برابر شهروندان افغانستان، چینی ها هم در آنجا طلا می جویند. تاجیکستان هم پس از سال 2023 زرشویی را در ساحل پنج بیشتر کرده است. با اطلاع یافته رادیوی آزادی، چند شرکت تاجیکی با جلب کارگران و تجهیزات چینی در آنجا طلا می‌کاوند. چند نفر آنها در 2 حمله از خاک افغانستان در سالهای 2024 و 2025 کشته شدند.